بچه‌ها من اومدم با یه ویدیو دیگه بعد از مدت‌ها، یعنی مدت‌ها که نه، بعد از یکی دو هفته دوباره با اون چالش‌های عجیب غریبی که با هم داشتیم. این سری یه چالش خیلی عجیبه، اما میخوام با همه اون چیزی که داخل این جعبه بزرگ دارم، اون چالشی که میخوایم امروز انجام بدیم و با هم دیگه انجام بدیم. و بریم ببینیم اول اینکه تو این چالش چیه؟ تو این جعبه بریم ببینیم تو این جعبه چی داریم. یه جعبه خیلی خوش‌تره که بریم اول بازش کنیم ببینیم جریان از چه قراره. با استفاده از کاتر هویجیم بذارید. چرا احساس میکنم این جعبه داره تکون میخوره؟ شما احساس میکنید؟ برید بازش کنم ببینم جریان چیه. کجا بودی؟ من اشتباهی استفاده کردم. فکر می‌کنم تو اشتباهی یا به عنوان اشانتیون برام فرستادن. وای کاش از نیروی کمکی باشی. این نیلگونه برادرزاده من و امروز اومده اینجا چون میخواد تو این چالش باحال بهم کمک کنه. بریم ببینیم که این چالش از چه قراره. خب بچه‌ها بریم با این خوراکیای هیجان انگیز و عجیب غریب یه نقاشی بکشیم. حالا شاید براتون سوال باشه که مگه با اینا چه نقاشی کشید؟ مگه اینا رنگ دارن؟ نظرتون می‌خوایم چیکار کنیم؟ بخوریم. می‌خوایم چیکار کنیم؟ بخوریم. نه می‌خوایم نقاشی بکشیم. ولی می‌خوایم یه سبک متفاوت. اول اینکه من از سلطان آنباکسینگی که عاشق آنباکس کردنه دعوت کردم که بیاد اینجا برامون آنباکس کنه. خب الان این من الان چیزای خشخشی شروع کنم. آره بیا یه چیزی رو باز کنیم. آها بذار بهتون بگم میخوایم چی کار کنیم اصلا دقیقا. ببینیم ما میخوایم روی این مقوا خوراکیامون رو بچسبونیم و سعی کنیم باهاشون یه چیزای معنادار درست کنیم. یعنی چی؟ مثلا یه شکل بشن، یه شکل، یه اشیا، هر چیزی که بتونیم. چسبم داریم واسه چیزایی که نمیچسبن و خشکن. بریم ببینیم چی میشه. بعد بریم میخوایم چی بکشیم، مثلا چی رشد میشه، چی کار کرد؟ نمیدونم، خریدم گفتم ببینیم چه جوری میشه. یا نشه من میخورم میشه. خب بریم شروع کنیم. باز کن یه چیزی ببینیم. یا خب سرت موفق میشی. بله موفق شدی. وای آتش وای روی شکلات میده بچه ها. من این ولی من این پر از هواست یه کمون تلخی چیزایی هست. خب میخوایم با این بیا اول به انتخاب کنیم میخوایم چی بکشیم. درخت. با چی و چی؟ با چوب شورو از این شکلات پمادیا. خب من میخوام یه دونه ماشین درست کنم با چوب شورو سلطان پفک چرخی که اسمش معلومه دیگه، چرخه. پس چرخهای ماشین هم میشه چی؟ پفک چرخی. و برای درخت این مدل بود. آره به نظرم خوب میشه. پس شوکوپارس رو پیدا نمی‌کنیم، اسماتیس هم پیدا نمی‌کنیم. درخت چرا اینو واقعا چرا اینو باز کردیم اول؟ درخت خوردن. درخت اینو میخوام. خب اوکی بریم شروع کنیم. چوب شور رو این پفک چرخی رو باز کنیم. فعلا نودل گفتی میخواد. آره خب سخت باز شو بود عشق من. این بگیر اون سیاهه. چقدر مقاومت سخته نه؟ چرا خالیه؟ حالا واقعا پفک چرخی رو بو کرده بودین. واقعا کاش میتونستم بهتون بدم. خیلی خوشمزه است. خب من 2 تا پفک چرخی میخوام.
خب یه دونش افتاد. تو چی میخوای؟ من نودل و اینو بازیم دیگه. نودل و اینو این نودل و چوبشور و اسمش چی بود؟ شوکوپاس. شکلات دیگه. شوکوپارس آیدین. شکلات پمادی. اوکی. آره. خب من فقط یه دونه چوب شروع کنم. چوبشور نیاز دارم. من فقط یه دونه انتشار شد درخت. میخوای درختتو اینطوری بذارید دوتایی؟ اینطوری بهتر نیست؟ نظر چیه؟ اینجا انواع چسب هم داریم. چسب چوب، چسب ماتیکی، چسب مایع. چسب فروشی. بیا با این بچسبون. فشارش بده. قشنگ اومد بیرون. خوبه؟ کجا بزن؟ این کوتاه زن اینجا بزنم؟ من ماشینم رو میخوام اینجا بذارم. درخت یکم بیا بالاتر به نظرم. زمینه تو آسمون نیست. چسب بیشتر بزن. نه خودش سفت میشه فعلا. این برای این زدم. خب بذار من فعلا اینا رو تیکه کنم برای ماشینم. یه ماشین خوشگل، ماشین مشتی منزلی. این خوشمزه است. ماشین خوشمزه. نه بوق داره نه صندلی. دقیقا نه بوق داره نه صندلی ماشین من. چسبه رو مخمه. اینطوری بچه ها. چه ماشین بزرگه. خیلی بزرگه. وای همه هم دختر میگیرم نان نخورم. باید باشون نقاشی بکشیم. به این میگن هدر دادن خوشمزه جا. درخت اینو اینجوری اینم این کلیتشه. اینطوری میشه ماشینم. چراغ براش اینا رو بزن. برای چراغ از اسمارتیز استفاده میکنی؟ راستی اسمارتیز. یکم بیارمش این ورتر برای که فضا نقاشی با شکلات بده چطوری باید رخ بشه. به نظرم نودلا رو خورد کن به بالاش بچسبونیم بالاتر نمیشه؟ نودلا واسه داخلشه دیگه برای برگش مثلا. نودلا برای داخلش درخت رو بکشن نودلا خودش رو توش میشه. اینطوری مثل یه عقل بکش نصفش هم که بیرونه. من تو عمرم که با شکلات نقاشی نکردم. اگه من کردم چه درخته نصفش بیرونه دیگه. وای دلم میخواد بخوره. خب باید چسب میریختم. بیا اینو اینجوری میذاریم اینجا. آفرین. یه فوت خیلی محکم برای اینکه کاملا اینا رو به هم بریزه. حالا من نمیدونم اینا چی به چی بود. این شکلی بود فکر میکنم البته. شکلات کجاست؟ من برای داخل این میخوام. بیا خودش بکنیم. با یه چیزی اینو پن کنم. چرا؟ پنش کنم دیگه. نمایش اینجا. چسب چرا نیست؟ بیشترش چسبید ببین. خوبه میچسبه. بچه نقاشی در حد نقاشی مثلا بچه کوچولو اصلا 4 ساله و اینا دیگه در نظر بگیرید. به خدایی با خوراکی این که بتونی باش نقاشی بکشی خودش شاهکاره دیگه. انتظار نقاشی رئال نداشته باشید واقعا. چی میخوای؟ این شکلاته چسب جالبیه ازش خوشمان آمد. خوبه
بیشتر هوا میاد بیرون تا چه. چون خالی همشون. خب اینم از این. یکم دیگه این دوتا میخواد. حالا بریم بریم چرخه. اینه رو این بذارم یا رو اینجا بذار. این از چرخ اول. داری پفک ها رو هدر دهیم با اینکه پفک ها نیست. بیشتر از چرخ دوم بذار چسبمو تمیز کنم. پفکی شد. چسبم دلش پفک خواست. ببین شرایط اصلا انقدر سخته که ما به جای اینکه این خوراکی رو بخوریم داریم باشون نقاشی میکشیم. مثلا نگم براشون. من خوشحالم که این رو دارم قرار کنم چون من آره بچه اصلا از این نودله نگیرید. یعنی بزش افتضاحه. ببین افتضاح. اصلا معلوم نیست توش چیه. از ادویه‌اش هم استفاده کن داره. ادویه‌اش سبزه میتونی به زمین بزنی برای چمن. این عشقه. این نودلیت عشقه. الیت کلا خیلی خوبه. خارجی خوردی عشق میشه. باربیکیو هست، پنیر هست. خب تند. هر مزه‌ای بگیری باش سس تند هست. مارتیس میگن دیگه. پودرش کجاست؟ پودر این اونجا بود تو اون سینه. از 2 تا اسمارتیس استفاده میکنم برای چراغار. چراغ عقبش از زرد استفاده میکنم. چسب بریزی چسب بکنم تموم میشه دیگه. مهم نیست. اینه که استفاده شد. من به نظرم باید لواشک هم داریم. از اینا هم داریم. لواشک دیگه حیف نه. واقعا خوشمزه است. بده من. تا اون تحتش اینطوری میزنیم. خب پودرش کم میاد. از اون استفاده کن. خب گوش کن. جهنم میده. مثل این داروهای قدیمیه که داری. احساس کنم دارم آشپزی میکنم. چه آشپزی میکنی؟ مثل این داروهای قدیمیه که مثل آبیشنه ولی واقعا آبیشن خوشبوه. این بوی جهنم میده. به نظر من بیشتر چسب بزنید. داره خوشم میاد. من خوشحالم که دارم مدله رو هدر میدم. ولی بچه ها هیچ ماشینی روی چمن ها حرکت نمیکنه اصولا. ولی خب ما دیگه امکاناتمون محدوده. ماشینامون رو چمن حرکت میکنه. یه جاده نداریم. جاده میتونستیم با چوبشور و شکلات درست کنیم. خیلی فضا نداره. میتونیم بالاش درست کنیم. تا بیا بالا آسمون درست کنیم. با چی؟ آبی نداریم. خورشید با چی درست کنیم؟ چوبشور. با چوبشور ابرم دیگه. میتونیم با زردا اینطوری دایره درست کنیم. ابرم چوبشوری با این میتونیم بکنیم. اینو بریزیم تا چسب خوش نشده. اینجوری برید. نه اینجوری حروم میشه. اینجا بریز. اینجا خیلی بده بیدید کنه. به منم میفهم بده. خیلی حال میده. دیدیم فرام خیلی چطوری آشپزی میکنه اینطوری میریزن. آره دقیقا. میدونستی نصف بیشتر شده روی شلوار من داری میریزی. رو شلوار خودم دیگه چی کار کنیم؟ بریم آسمون. احساس میکنم ماشین هم یه چیزی کم داره. ماشین چرا در و آدم نداره؟ آدم نداره ولم کن تو رو خدا. ولی میتونی با چوبشور درست کنی. نه آدم خیلی سخته. صبر کن بذار من اینو نگاه کن. یه اینجوری میذارم. اینم اینجوری حداقل این جلوش این عقبش اینطوری. خورشید رو با این درست میتونیم بکنیم. وقتی تا خیلی خورشید همین داده بعد از در میذاریم. میتونی برای دور خورشید از این چیپسه که تو گفتی اینطوری خطی که برای وسطش از اینا استفاده کنیم. حالا چی؟ ابر هم میتونیم ابر قهوه‌ای بذاریم دور. ابر میتونیم با اون شکلاته بکشیم. ها بهتر میشه. مثل این. حس میکنم شکلات خیلی استفاده میشه. خب بریم سراغ. نه میخوای یکم فاصله بده اینجوری. چسبش ولی خوب نیست ها. خب اون میاد. یا اینجوری. من میدمش پایین. رنگی شده. رو دست من نمیخوای که برید.
چسبید. بله اینم نچسبیده. اینو اینجا بذار اینجاش. شکست خورشیدمون کمی چی داره؟ شکسته. چرا اینطوری شد؟ شبیه صفر شد که دو طرفش خط گذاشتیم نه؟ میتونستیم اصلا به جای جنگل باشون این چیزا درسی بنویسیم بهتر. چی؟ میتونستیم مثلا عدد باشون بکشیم. بتونم تو ماشینم بذارم. میتونی به عنوان فرمون ازشون استفاده کنیم. این چسب اصلا خوب نیست واسه این کار. چسبماتیکی اصلا خوب نیست. باید مار باشه. یا خدا خوبه جای درستی بگید. چرا باز نمیشه؟ این چرا نصف بیشترش آب شد؟ میخوای باید چیکار کنی؟ ابر تیکه تیکش میکنم آب میشه. البته ابر خودش چسب نمیشه، لازم نیست چسب بزنیم چون نصفش چسبیده. بیا همه شو در نیاریم اندازه که میخوای. اینقدر خوبه؟ برای که دیگه آسمون باید خود ابر باشه چون این یه ابر این دو ابر وای چقدر نازه کود خیلی نرمن. اوی خیلی خوشگلن. خب بیا بچسبونیمشون. فکر کنم دیگه نقاشیمون تموم شده چون دیگه واقعا نمیدونم چیکار کنم. تو نظری نداری؟ خیلی دارم خیلی. چه نظراتی؟ ماشینت خیلی خوش به حالیه، چیزای زیادی میخواد. بیا ابرتو بیار. چه ابر خوشمزی. خدا حافظ مال چمانه. بیا کلومریشه برکم زنیمش. خب مثلا این بالشته یا آدمه انتزاعیه براش سرش هم یه دایره الان سفید چرا زردا تمام چون همش رو زدم واسه خورشید و اینا. نه من اینم از آدمه. بایسته یه چی کم بگم. چی؟ دست خدا قضا عاشق جزئیاتتم. بزنش سر جا. اینم از آدم ناقصمون. بیشتر انگار مسافره تا آدم چون هیچ فرمونی رو هدایت نمی‌کنه. دست به سینه نشسته بچه خوبیه. برای فرمون هم میتونم یه فکر کنم. فقط ماشین برعکس میشه. به نظرم میتونیم یکم از این چیپس ها به عنوان بارون استفاده کنیم. هوا آفتابیه. باید زودتر به این قضیه فکر میکردی. میخوام باهاش ماشینم رو یکم دیزاین کنم. من میخوام برای ماشین فرمون بذارم اگر باز بشه اینه. یکم چیپس میریزم. طرح چیپسه. ماشین چیپس. از مدل بیشتر استفاده میکردیم. همش موند که. چون از مدل خوشم نمیاد. چه هست؟ میخوام برای ماشینت فرمون کنم. ماشینم پر داره. از این مدلایی که اختصاصی رنگ میشن از اوناست. میخوام برای ماشینت فرمون کنم فقط فرمونش چیز میشه. طرح داره بچه‌ها. چسبید به دستم. یه چسب دیگه به بدن نمیریزه. چسبش چون نیومده پایین. خب هوا فوت میکنه. خب میخوام برای ماشینت فرمون بذارم. نصفش رو تو ناخن کنم. ولی وقت ماشینت برعکس. خب چرا اونجا گذاشتی؟ خب گفتم ماشینت برعکس میشه. اشکال نداره. به نظرت خوب شد؟ به نظرم نقاشی آدم فضایی است. دیدی درخت همین خط خطی داره؟ آره خیلی باحال شد. به نظرم بهتره همینجا. وای خیلی خوشگل شده. واقعا خیلی خوشگله. از دور واقعا یه شاهکاره. موافقید؟ ولی خب از نزدیک که مثل نقاشی آدم فضایی. ولی خب با خوراکیه دیگه. خب بریم ببینیم ادامه ماجرا چجوری میشه. بریم کلیتش ببینیم. این ریگ ریزی داشته. احتمالاً آره.
خب بچه ها بریم ببینیم که نتیجه این نقاشی عجیب غریبمون چی شد. میریزه نه نگران نباش. اونا بچه ها چیز بوده ابزارمون بوده. نه نیست اون چیز هم نیست حتی دقیقه ببخشید. نه خیلی صافش نمی کنم. چمنامو داره میریزه. اینا رو در نظر نگیریم. ولی این بود یه کمی برتر. این بود از ویدیوی ما. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اینم از نقاشی 4 ساله ما به صورت گروهی انجام دادیم. نه تک نفره، 4 ساله گروهی. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. ما میریم و اگه دوست داشتیم توی ویدیوهای بعدی بازم نیلگونه بیاریم و با هم دیگه ویدیوهای بال بگیریم، حتما تو کامنت ها بهمون بگین. تا ویدیو بعدی خدافظ. دارم جزئیات رو میدونم. خیلی خوشگل شد. حالا میبینی کلت کجاست؟ کلا نمیدونم این چه شبه؟ نه میخوام فاصله داری کلت رو بیار پایین قشنگ. آدم پایین ماشاءالله تو اینجایی؟ آره نیست تو دهنته؟ آره عالیه. چی؟ ماشینه چرا با بندیزی داره؟ خوشگله مدلشه باید طبیعی باشه. کی اینجا رو میخواد جمع کنه؟ اینم از وضعیت میزمون که یه سری از خوراکی هستم زیاد استفاده نشدم و من خوشحالم واقعا از آبادش. من خوشحالم که لواشک اصلا استفاده آره اصلا از لواشک استفاده نکردی. لواشک سیده یه بسته لواشک. خب ما میریم و شما رو با این نقاشی تنها میذاریم بریم لواشک رو بخوریم.